خدمتان عزیز، تست بعد از تعمیر اینورتر خورشیدی گرووات انجام میدیم. مدل SPF 6000. همونجوری که مشاهده میکنید در حال حاضر به برق شهر پنل خورشیدی و باتری متصل هستش. ولتاژ باتری 48 ولت که الان رو حالت شارژ قرار داره و 55 ولت داره باتری رو شارژ میکنه. برق شهر رو قطع میکنیم. بر روی اینورتر بر روی پنل خورشیدی رفته. پنل رو جدا میکنیم. همونجور که میبینید ولتاژ ثابت 230 ولت مونده و در حال حاضر داره از باتری استفاده میکنه. پنل رو دوباره متصل میکنیم و باتری شروع به شارژ شدن میکنه. بله، ولتاژ با شارژ آورد بالا و باتری در حال شارژ شدن هستش. تست دستگاه کاملا نرمال هستش و آماده ارسال برای مشتری. ممنون از همراهیتون.